سلام، دکتر مونا نعمتی هستم. دکترای روانشناسی سلامت دارم. مطلبی که میخوام در موردش صحبت بکنم که دایرکت من رو پر کرده بود در مورد PMS هستش. PMS چیه؟ 2 هفته پس از اولین روز قاعدگی به علت افزایش هورمون پروژسترون یه سری از تغییراتی توی رفتار خانم‌ها ممکنه ایجاد بشه. مثل اینکه افزایش وزن پیدا میکنن یا حالت پف‌آلود پیدا میکنن که به علت جذب آب هستش. ممکنه که خستگی داشته باشن، خواب آلودگی پیدا کنن، یک مقداری تاکید میکنم یک مقداری تغییر خلق رو ممکنه تجربه کنن و یه حدودی حالت ناراحتی میگیرن، نه اینکه از صبح تا شب در حالت ناراحتی باشن. این PMS چیزی هستش که آزاردهنده نیست. با پریود شدن فرد علامت ها از بین میره. معمولا 24 ساعت 48 ساعت نزدیک پریود به اوج خودش میرسه ولی عملکرد فرد رو دچار مشکل نمیکنه. این افراد نیاز به درمان خاصی ندارن. اما ما یه چیزی داریم به نام PMDD. اینها اونهایی هستن که دچار اختلال هستن و اینا نیاز به درمان دارن، نیاز به پیگیری دارن. حالا چه افرادی هستن؟ اونایی هستن که گریه های بی‌دلیل و زیادی دارن، حالت ناراحتی دارن، گریه میکنن، پرخاشگری های بیش از حد دارن، نمیتونن خودشون و خشم خودشون رو کنترل کنن، خلقشون به شدت تغییر میکنه، افزایش بیش از حد، وزن بیش از حد دارن، یعنی بالای 3 کیلو وزنشون افزایش پیدا میکنه، بیش از حد میخوابن، حالت خواب‌آلود پیدا میکنن، تمرکزشون خیلی پایین میاد و این باعث میشه که نتونن کارهای روزانه رو انجام بدن و در کل فرد دچار اختلال میشه توی انجام کارهاش. حتی ممکنه که برای خودش و برای دیگران هم مشکل ایجاد بکنه. اینا اونایی هستن که نیاز به درمان دارن و اینطور نیستش که یک کلمه PMS داشته باشین چون من PMS هم هست پرخاشگری میکنم، وسیله‌مو پرت میکنم. اگر خلقم تغییر کرد به خاطر این هستش که من این دوران رو دارم طی میکنم و این از لحاظ علمی درست نیستش. من یه چند تا مقاله رو تو این زمینه گذاشتم که 47.8% خانم‌ها دچار PMS معمول هستند و 20% از این تعداد نیاز به درمان دارن و این افرادی که تعداد زیادی که الان ما داریم میشنویم میگم ما PMSمون هستش و نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم و شرایط اوکی نیست، اینا نیاز به درمان دارند و دلیلش هم ممکنه که فقط PMS نباشه. ممکنه فرد افسردگی اضطراب داره که توی این دوران تشدید